مسعود رئیسی فعال حقوق بشر همراه ما هستند. آقای رئیسی، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از اینکه بسیاری از معترضان هم زخمی شدند در جریان راهپیمایی که پس از نماز جمعه امروز بود و برخورد نیروهای امنیتی و سرکوبگر. درسته. امروز جمعه 13 آبان بازم بلوچستان شاهد اعتراضات خیلی گسترده نسبت به هفته‌های قبل حتی بود. شهرهای زاهدان، خاش، سراوان، سیبسوران و راسک شهرهایی بودند که ما گزارش‌های مستندی داریم که امروز علیه جمهوری اسلامی اعتراض کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده از شهر خاش، در حالی که مردم در این شهر در مقابل فرمانداری این شهر در حال شعار دادن بودند، به یک باره نیروهای رژیم از بالای ساختمان فرمانداری به سمت مردم تیراندازی کردند و شمار زیادی رو اونجا کشته و زخمی کردند. تا همین لحظه که الان من دارم باهاتون صحبت می‌کنم، گزارش‌های زیادی رسیده که تعداد کشته و زخمی ها بالای 10 نفر هست. منتها به صورت مستند تا همین لحظه که من صحبت میکنم دست کم 3 نفر ما عکس و ویدیو ازش داریم که کشته شدن. تعداد زخمی ها مشخص نیست. متاسفانه بازم جمهوری اسلامی جواب اعتراض مسالمت آمیز مردم رو توی بلوچستان با گلوله داد. در ایران اینترنشنال البته ما مشخصا نمیتونیم هنوز تایید بکنیم تعداد کشته ها و زخمی رو تا زمانی که به صورت مستند به ما اطلاعات کاملی برسه. از سراوان و زاهدان هم اطلاعاتی دارید؟ وضعیت اونجا چطوری هست؟ در سراوان هم بازم مثل هفته قبل نیروی انتظامی و امنیتی قبل اینکه حتی مردم به مسجد بخوان برن و نماز جمعه شروع بشه، مراسم نماز جمعه، خیلی ها رو برگردوندن، حتی خیابون‌های منتهی به مسجد رو مسدود کردن. در شهر زاهدان هم جو به شدت امنیتی بوده، اما باز هم مثل هفته قبل جمعیت خیلی زیادی به نماز جمعه اومده بود و بعد از نماز جمعه هم بر علیه جمهوری اسلامی شعار دادن. آقای رئیسی، تحلیل شما چی هست به طور کلی از وضعیتی که الان در سیستان و بلوچستان هست، از ادامه راهپیمایی ها و اعتراضات و البته فضای امنیتی که به غالب هست الان در حال حاضر؟ جمهوری اسلامی این فضای امنیتی که ما الان شاهد هستیم که الان چندین برابر بدتر و شدیدتر شده، همیشه توی بلوچستان ما شاهدش بودیم. منتها این رو مردم دارن ثابت میکنن، نشون هیچ حتی گلوله، حتی کشتار، حتی به رگبار بستن اونا هم نمیتونه جلودار اعتراض، جلودار اینکه اعتراض کنند به جمهوری اسلامی و مخالفت خودشون نشون بدن بشه. ما شاهد هستیم در هفته‌های اخیر، قبلا ممکن مثلا در چند هفته اول زاهدان فقط اعتراض داشت، اما هر هفته که میگذره مردم بلوچستان بیشتر از پیش شهرهای بیشتری دارن به اعتراضات میپیوندن و این میتونه به نظر من اعتراضات رو به فاز جدیدی در بلوچستان وارد کنه که ما هر روز شاهد اعتراضات علیه جمهوری اسلامی باشیم. سپاسگزارم از توضیحات شما، مسعود رئیسی فعال حقوق بشر، که با ما همراهی کردید.